این یه چالش خیلی خوشم اومد این بازی رو، گفتم حیف شما نبینید. اینجا یه دقیقه دستم خورد و ویدیو سریع شد. یه گوله برف میره سمت راست جلوی مترسکا رو بگیره، کاری نداریم این فرون تاور داره چیکار میکنه و حالا از بین میره و لیتل پرنس دوست داشتنی همیشه در صحنه. دوستان یه نکته ای رو هم باید بگم که تو چالش ها از دک خودتون استفاده کنید. حتما لزومی نداره که با دکی که ناآشنا هستید و توی گوگل نگاش کردید برید با هم بازی کنید چون شما به هر حال هر چی باشه عادت کردید به دکت. اوکی، نایت جلوی ویزارد رو بگیره که فایرکرکر بیاد پشتش، مطمئنن چیزی میندازه که جلوی نایت رو بگیره و هوگار رو دوباره انداخت از دو سمت راست و چپ. دوستان این مجموعه رو من نمیندازم دیگه، اگه چالش رفته باشید در جریان هستید دیگه. این مدل خود چالش. اوکی، دارک پرینس میاد سمت راست که ویزارد یخی و کمانده رو بزنه. فلاینگ مشین همیشه در صحنه دوست داشتنی، یعنی واقعا ما عاشق این کارت هایی هم که زیاد بهشون توجه نمیشه، خیلی دوست دارم نمیدونم. اوکی، پکا جلوی هوگو میگیره و هوگو هم نتونست کاری بکنه و ویزارد اِوولوشن جلوی پکا رو میگیره ولی پکا ضربه‌شو میزنه 800 دمیج میده. اشتباه کردم اینجا که من دارک پرینس رو زودتر ننداختم و حقم بود که تاور سمت چپ رو از دست بدم و حالا تمرکز رو میذاریم رو تاور سمت چپ. دوستان خب اینجا خیلی اوضاع حیاتی شد، نباید باز دوباره یه اشتباه دیگه پکا رو نباید سمت راست مینداختم چون به هر حال هوگ مرده بود. اوکی، این صحنه هم خیلی دوست داشتم که لیتل پرینس تونست تکی از دست. خب سمت راست و حواسم نبود دوباره، ولی شوالیه اِوولوشنی که انداختم جلوگیری کرد از ضربه‌ای که وارد شد، یه مقدار با دیلی همراه شد. بله، در 10 ثانیه‌ای که مونده بود ما تاور سمت چپ رو گرفتیم و الان تنها تمرکزمون دفاع نیست بلکه حمله است، چون خودش سعی داره دفاع بکنه و فلاینگ مچین کار رو میسازه. دوستان امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و کامنت فراموش نشه. متشکرم.